آیا خبر وفات نغمه هنرمند مشهور افغان حقیقت دارد؟ نغمه در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کارباری است؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ چرا تصاویر وفات نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود؟ گفتنی های تازه فامیل نغمه در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوز کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور افغان، چهره شناخته شده، مطرح و پرآوازه افغان که در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه می دهد. وی اصالتا پشتون است ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. مکتب را در لیسه عالی الفت به اتمام رسانید. کارهای هنری نغمه موج حمایت ها را در زمان خودش داشته است. کارهای هنری نغمه در میان مردم افغانستان و مردم پاکستان شهرت خوبی داشت. این همه در حالی است که تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است. جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما نغمه در کشور امریکا زندگی می کند و مدت طولانی است کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است. این همه در حالی است که تصاویر نغمه در صفحات مجازی هم دست به دست می شود که وی از همسر دومش هم جدا شده است و به همین دلیل هنر موسیقیش را ترک کرده است. ولی جزئیات بیشتر این ماجرا تا کنون از طرف نغمه و خانواده‌اش ابراز نشده است. چند قبرخانه بزرگ نغمه در لس آنجلس امریکا آتش گرفت و وی مجبور به ترک خانه شد و خسارات انگفتی برایش وارد شده است. ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوز کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.